وقتی داریم صحبت میکنیم یا بحث میکنیم راجع به یه رشته و شاخه خاصی، یه اسم به عنوان یه نماد از اون داستان و زمینه تو ذهن همه ما میاد. مثلا مایکل جکسون موسیقی پاپ، یا سینما آلپاچینو، مارک تایسون بوکس. تو فوتبالم یکی از اون اسمای کلاسیک مارادونا، دیگو آرماندو مارادونا، کسی که 2 بار آرژانتین رو به جام جهانی میبره فینال و 5 سال پشت سر هم بهترین گلزن لیگ آرژانتین میشه. تو بارسلونا بازی میکنه. با پله جایزه مشترک بهترین بازیکن قرن فیفا رو میبره و تو جنوب ایتالیا شهر ناپول یه نماد موفقیته. حالا این شخص مارادونا چطوری با این همه موفقیت درگیر اعتیاد و خشونت و رابطه های عجیب غریب با مافیا و آدمای سیاسی میشه و باعث سقوط خودش میشه؟ من رهبرم اینجا داستان و اتفاقایی که برام جالبه رو تعریف میکنم و امروز میخوام ببینم که مارادونا چرا خارج از زمین انقدر حاشیه داره. با من همراه باش. دیگو مارادونا الگوی خیلیا تو فوتبال همیشه بوده و از جمله مسی، ولی اون حاشیه هایی که همیشه دورش بوده مثل خشونت های خانگی، رابطش با مافیا و درگیریش با کوکائین خیلی باعث پسرفتش شده و باعث شده وقتی اسمش به عنوان یکی از بهترین فوتبالیستای تاریخ میاد، این حاشیه هم دنبال خودش به دنبش بچسبه و همراه خودش بیاره. ولی وقتی شانس در خونتون رو میزنه، شاید بعد شانسی هم پشتش بیاد، مخصوصا اگه آمادگیش رو نداشته باشید. اولین بار شانس وقتی در خونه مارادونا رو میزنه که 3 سالش بود. آره، تو 3 سالگی یه توپ فوتبال هدیه میگیره از طرف عموش. البته بوئنوس آیرس آرژانتین، منطقه ویلا فیوریتا، جایی نیست که بچه‌ها همیشه توپ فوتبال هدیه بگیرن. اونجا یه قشر ضعیفی از جامعه هستن، زندگی میکنن که 3 تا راه دارن از سر مشکلات اقتصادی و فقر به 3 دسته تقسیم میشه: یا مصرف کنندن، یا تولید کننده موادن، یا جفتش. زندگی سالم اونجا اینجوریه که باید خودتو از اینجور چیزا دور نگه داری و بری توی کارخونه مشغول کارگری بشی و فقط خرج بخور نمیرته در بیاری. مارادونا هم از همچی خانواده‌ای میومد. مارادونا تو همچین محیطی داره رشد پیدا میکنه و 5مین بچه خانواده است. 7 خواهر برادر دیگه هم غیر از خودش داره. اما مارادونا یه تفاوتی با همه از همون بچگی شروع کنه پیدا کردن. شاید به خاطر همون توپ فوتبالی که از عموش هدیه گرفت. به جای اینکه مثل بچهای دیگه بره تو بازار دل دزدی کنه، شروع میکنه با توپش بازی کردن و یاد میگیره تو زمینای پرچال و چوله و ناهموار اونجا چجوری توپو کنترل کنه. اون استعداد و ذوق و شوق و تواناییش تو کودکی باعث میشه که یه فرصت براش به وجود بیاد. یه استعدادیاب به اسم فرانسیس کورنئو توجهش به مارادونا جلب میشه. فرانسیس میاد یه جورایی رو مارادونا سرمایه گذاری میکنه و تو 10 سالگی اونو به تیم آرژانتینیوس جونیور میبره. یه چند سالی باهاش کار میکنن تو اون تیم تا 15 سالگی به خاطر توانایی که داشته از خودش نشون میداده به زمین میره و اولین بازی رسمیشو انجام میده. انقدر تکنیکا و دریپای حرفه‌ای میزده و خودشو خوب نشون میده که نظر همه رو جلب کنه. تو 16 سالگی اولین بازی ملیشو مقابل لهستان انجام میده. مارادونا یه تنه تونست فوتبال آرژانتین رو چند لول بالاتر ببره و در کل باعث پیشرفت فوتبال کشورش بشه. 2 بار تیم ملی آرژانتین رو به فینال میرسونه. 1 بار تو جام جهانی مکزیک قهرمان میشن، همون جام جهانی که تو 1/4 نهاییش مقابل انگلیس اون گل معروف دست خدا رو میزنه، گلی که با دست میزنه و داور قبول میکنه. و تو جام جهانی 1990 هم فینال به آلمان میبازن. تیمای باشگاهی هم که تو آرژانتین بازی میکنه همون آرژانتینیوس جونیور بوده و 1 سال هم تو بوکا جونیور بازی میکنه. به خاطر تواناییش باعث میشه که همه چشا روش زوم بشه و اونقدر پیشرفت میکنه که تو سال 87 با پله اسطوره خودش جایزه مشترک بهترین بازیکن قرن رو میگیره از سمت فیفا. اما مشکلاتش از کجا شروع میشه؟ مشکلات مارادونا به گفته دور اطرافی‌ها و مستندایی که ازش هست
از ورودش به بارسلونا شروع میشه. ورودی که 7.6 میلیون دلار قیمتش بوده و در کل تو 58 بازی هم واسه این تیم 38 گل میزنه. اما وقتی که به بارسلونا میره با شهر غریبه و زندگی مردم اونجا و اون تیم و اون حال و هوا بهش نمیاد. خودش میگه که اونجا من خیلی احساس غریبی میکردم و اصلا نمیتونستم با کسی ارتباط برقرار کنم. همین دلایل باعث میشه که جرقه های اول برای اعتیاد مارادونا خورده بشه، اعتیادش به کوکائین. و علاوه بر این به خاطر تکل آندونی بازیکن اتلتیک بیلبائو مچ پاشم میشکنه و چندین ماه میره برای رختکن، در حالی که مصدومه، نمیتونه بازی کنه و فشارهای روحی روانی هم خیلی روش زیاده. با مربی‌ها و مدیریت باشگاه هم 20 شاری دعوا داشته. مصرف کوکائینش هم همینجور دوزش میره بالاتر. وقتی که مصدومیتش خوب میشه و برمیگرده به بازی، تو یکی از بازی‌ها تو جام حذفی اسپانیا دوباره میخوره به اتلتیک، بازی که 1-0 بارسلونا میبازه و مارادونا تو طی این بازی پی انتقام از اون آندونی است که زد مصدومش کرد. خیلی بازی پرتنشی بوده که در آخر با سوت پایان مارادونا با انجام حرکات دست یا حرکات بدنی توهین آمیز باعث میشه که کل بازیکن‌ها و کادر و مدیریت و داور و هر کی که تو نیمکت ذخیره نشسته و کل تماشاچی‌ها بریزن وسط زمین و دعوا شروع شه و یکی از قشنگترین صحنه‌های تاریخی فوتبال رقم بخوره. مارادونا به خاطر این کارش 3 ماه محروم میشه، ناقابل، و بعدش هم که تصمیم میگیره دیگه بارسلونا بره دیگه بس دیگه زدیم. بعد از بارسلونا تصمیم میگیره بره به تیم ناپولی. پیشنهادی که ناپولی بهش داده بود 10.5 میلیون دلار بود و تو اون قیمت یه رکورد شکنی هم تو اون زمان به حساب می اومد. میره تو تیم ناپولی. ناپولی کجاست؟ ناپولی یه شهر، سومین شهر بزرگ ایتالیاست بعد از روم و میلان، که بیشتر توسط گروه‌های مافیایی معروفه و اینجور داستانا توش زیاد اتفاق میفته. از لحاظ فرهنگی خیلی شباهت به همون منطقه ویلا فیوریتو آرژانتین داره که توش مارادونا بزرگ شده بود و واسه همین خیلی مارادونا خوب میتونه اونجا با مردم ارتباط بگیره و اون تیمو باعث پیشرفتش بشه. مارادونا یکی از اون کسایی که قدرت رهبری خیلی بالایی داره. این قدرت رهبریش باعث میشه که یه تیم متوسطی مثل ناپولی برنده 2 قهرمانی سری آ، جام حذفی و 1000 تا چیز دیگه بشه و کلن از یه تیم متوسط بیاد بالا و چشا همه رو اون تیم زوم بشه. خیلی افتخارات زیادی باعث میشه مارادونا اون تیم به دست بیاره. در کل تو 259 تا بازی 115 تا گل مارادونا برای این تیم میزنه. وجود مارادونا تو یه تیمی مثل ناپولی که مردم تو اون شهر اکثرا قشر ضعیفن و تنها سرگرمیشون فوتباله، باعث میشه که مردم اونجا مارادونا رو مثل یه بت شروع کنن پرستیدن و خیلی طرفدارای پرابقرص و دو آتیشه عجیب غریبی که حتی از آن جونشون رو واسه مارادونا بدن واسه خودش دست و پا کنه و به وجود بیاره. از این ور مارادونا به خاطر اعتیادی که داشته روز به روز تو حاشیه میرفته و حاشیه‌های دیگه‌ای که واسش به وجود میاد رابطه‌اش تو ناپل با گروه‌های مافیاییه. بعد مارادونا اعلام میکنه که رابطه‌ای خاصی کاری با این گروه‌های مافیایی نداشته، فقط صرفاً اینا به خاطر اینکه اونجا خیلی مارادونا شهرت داشته ازش محافظت میکردن و موادش هم تامین میکردن براش. ولی از اون ورم رابطه‌اش با امثال فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا و هوگو چاوز رئیس جمهور سابق ونزوئلا، نزدیکیش به این دوتا خیلی باعث حاشیه‌های دیگه از جنبه سیاسی قضیه واسش میشد
و از یه طرفی هم مردم عادی با خاطر این رابطه‌اش خیلی تو دل مردم عادی بیشتر محبوب میشد. رابطه‌اش با چپگراها کلا خوب بود این بشر. اما هر چقدر شخصیت قوی داشت تو بین مردم برای خودش میساخت، تو زندگی شخصیش اونقدر موفق نبود. اعتیاد باعث پیشرفتش داشت میشد و روز به روز ذره ذره داشت آبش میکرد و همینطور تو زندگی شخصیش دچار خشونت‌های خانگی بود. کلا یه بار ازدواج میکنه به طور رسمی با یه شخصی به اسم گلودیا که 20 سال با هم بودن و سال 2004 به خاطر همین اعتیاد و خشونت‌های خانگی از هم جدا میشن. از گلودیا 2 تا دختر داره و 8 تا بچه دیگه هم غیر رسمی داره، غیر ازدواج، بدون ازدواج رسمی داره که این 8 تا بچه هم بنده خداها رو اصلا منکرش میشده. هر کدوم اول اینجوری بوده که نه اصلا اینا مال من نیست. بعد که دیگه همه چی به رسانه ها کشیده میشده دیگه مجبور بوده قبول کنه دیگه و با هر 8 تا اینا هم همش مشکل داشته. اعتیاد که سالها بود باش درگیر بود، میشه گفت از اوایل دهه 90 باش درگیر بود و یه بار باعث محرومیتش از بازی شده بود. تو جام جهانی سال 94 دوپینگش مثبت در میاد، آزمایش دوپینگش، و از تورنمنت کلا اخراج میشه. سال 2000 اووردوز میکنه بارها تو کمپ‌های مختلف تو سوئیس، آرژانتین، کوبا. فیدل کاسترو تو کوبا میبره بستریش، میگه به ترک کن، که هر بارم بعد یه مدت پاکی دوباره برمیگرده سر خونه اول و روز به روز ضعیفترش میکنه و واسهش دوچاره و باعث میشه که مشکلات بیماریایی مثل قلبی و چاقی خیلی زیادم بیاره که کلا دیگه از ورزش میکشونتش کنار. وقتی هم که از فوتبال کلا میکشه کنار رو شروع میکنه یه مقداری خودش رو کنترل کردن تو دوره هایی که سرمربی تیمای مختلف باشگاهی آرژانتین، ملی آرژانتین و مکزیک و چند 2 تا تیم اماراتی هم تجربه سرمربیگری داره، تو اونم افتخارات خاصی نمیتونه به دست بیاره و کلا اون وجهه اجتماعیشو زیر سوال میبره. وقتی که 60 سالش میشه تو سال 2020، در حالی که سالهاست از چاقی و بیماری‌های قلبی رنج میبره و زندگی براش سخته، یک عمل جراحی مغزم براش پیش میاد. تو 11 نوامبر انجام میده و وقتی به خونه برمیگرده یه تیم پزشکی مسئول مراقبت ازش بودن که تو پروندهش قید میشه که به خاطر غفلت اینا دچار سکته قلبی میشه و از بین میره مارادونا، که بعدن هم یه دادگاه برای این تیم پزشکی انجام میشه که 8 نفر از اینا به خاطر قتل غیر عمد محکوم میشن و مارادونا اینجوری زندگیش به پایان میرسه. من فکر میکنم موفقیت چیزی نیست که همیشه تنها بیاد سراغمون. وقتی میاد یه داداشی هم داره، احتمالاً دستیاری داداش چیزی هم داره به اسم بدبختی و بدشانسی که میاد، اونم باهاش هست و ما باید یاد بگیریم که کنترلش کنیم، اون اعصابمون، اون روانمون، اون آرامشمون رو همیشه داشته باشیم، در حالی که خیلی موقع سخته، ولی وقتی نم داریم پیشرفت میکنیم باید تجربه به دست بیاریم و از نه استفاده کنیم، که مثل مارادونا وقتی که خیلی حاشیه برات درست میشه یا روزای سختی رو داری میگذرونی، راه حل مصرف مواد نباشه. وقتی داریم واسه اون قله پیشرفت خودمون میریم باید حواسمون به اون سنگریزه هم باشه. جمله فلسفی گفتم. اصلا مهم نیست از کجا میایید، از کجا شروع میکنید، مثل مارادونا میتونید به همه جا برسید، فقط حواستون به همه چی باشه. مرسی که منو دیدی. اگه دوست داشتی میتونی حمایتم کنی با لایک، سابسکرایب، کامنت، نظرت هم حتما بگو. فعلا